عروسی اسلامی میگن اخ، رمضان آمد میگن اخ، دیگه رمضان، نماز اخ. از وقتی که نماز و روزه و رمضان و علم و پاکی اخ شد و شراب و مواد مخدر و سیگار و قلیون و تنباکو و جهل و گمراهی و اختلاط و زر و مرد رقصیدن و چشمچرانی و معصیت خدا بحث شد، ما قیمتمون رو از دست دادیم. امروز چه چیزهایی در جامعه اسلامی بحث شده براش کف میزنن و چه ارزش‌های اخ شده. اخ، همه چیز منقلب شده. مقصر بزرگترها هستن. جوانی با اون همه غرورش، با اون همه دوستان مؤثرش که تأثیر میگذارن روش و چند ماهی که در گوشش میگن بابا اگه پول نداری ما پول ارکستر میدیم، بذار شاد باشیم، ما هزینه عروسی میدیم. ولی این ملاها رو نیار تو عروسی که عروسی رو تبدیل به ماتم بکنن. گفت از آبا و اجدادمون در گله‌دار نقل میشد که میگفتن اگر دعای مستجاب میخواهید برید پیش تازه دامادی که تازه داماد شده، اونها مستجاب الدعا هستند. مصداق این کلام حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرمایند خداوند اعلام کرده که بر من واجب 3 نفر رو نصرت بکنم، بر من واجبه که 3 تا از بندگانم را 100% نصرت بکنم. اولین این 3 نفر مجاهد فی سبیل اللهی که فقط برای نصرت دین من و رضای من اسلحه رو برداشته و حرکت کرده. بر من واجبه این مجاهدی که نه برای شهرت، نه برای غنیمت، نه برای پست و مقام، فقط برای رضای من و توسعه دین من از این حمایت میکنم. دوم، جوانی که به قصد حفظ عفت و پاکدامنیش اقدام به ازدواج بکند، اگر فقیرم باشد از فضل خودم اونو غنی میکنم. بی منت ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله، آیه قرآنه. کسی که خدا تعهد داده بر خودش واجب دونسته که نصرتش بکنه اگر قصد عفت داشته باشه، آیا دعاش مستجاب نمیشه؟ چه تعبیر زیبایی داشتن. دیگه در قدیم تو منطقه گله‌دار آبا و اجداد ما میگفتن اگر کسی مشکلی دارد برود پیش تازه دامادا و تازه عروسا تقاضای دعا بکنند. امروز میشود پیش تازه داماد و تازه عروس رفت، داماد سکرانه، شب عروسی نماز نخونده، عروس نیمه عریانه، تا 1 هفته نماز برش حرام شده، خودش بر خودش حرام کرده. تو آرایشگاه که جای نماز خوندن نیست. شما دیدی که آرایشگری تو آرایشگاه به دختر مسلمان تو کشور اسلامی بگه دخترم وقت نمازته؟ سوال کردیم جریان چیه؟ میگه نه اون مراسم اسلامی به هم خود قبول نکردن، الان داره جاز میزنه. تو مطمئنی؟ بله مطمئنم. از همونجا برگشتیم، بعد متوجه شدیم که مادر بزرگ قبول نکرده، گفته من میخوام دستمال بازی بکنم. جوان قبول کرده، مادر بزرگش گفته نه این پسر آخریمه، تو دلم میمونه. همه دستمال بازی کردم، این یکی رو دیگه تبعیض نباید قائل شد. چه مادر بزرگ پوسکلوفتی داره این آقا.
واقعا چه مادر بزرگ پوست کلوفتی داره که پوستش تحمل سوختن رو در جهنم داره؟ و خداوند میفرمایند کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. امروزه طب ثابت کرده که اعصاب انسان تو پوست انسانه. خداوند میفرمایند هرگاه که جلدهاشون و پوستهاشون در نتیجه شکنجه و آتش جهنم پوسیده شد، ما فقط جلدشون رو عوض میکنیم تا دوباره عذاب رو بچشن. خیلی مردا بعد از 3 سال 4 سال ازدواج بچه دار نشدن، محبتشون نسبت به معشوقشون که همسرشونه با عشق با هم ازدواج کردن کمرنگ شده، دیگه حوصله همدیگر نداشتن به هم نگاه بکنن. یه لقمه شام به زور با هم میخوردن، اون میرفت تو یه گوشه مینشست، اون تو یه گوشه، به هم پشت میکردن چون بچه‌ای وسط نبود. بعد از 4-5 سال خدا بچه داد. رابطه پدر و مادرم خیلی شیرین شد به خاطر بچه با هم دیگر. این فرزندی که دوستی و عشق پدر و مادر رو دوباره به هم برگردوند، نباید پدر و مادر بهش توجه بکنن. خیلی ها از هم بچه دار نشدن، طلاق گرفتن. خیلی هم بچه دار شدن، بچه رو تو کوچه رها کردن. یه شب از مسیری رد می شدم، گذرم به روستای افتاد، گفتیم یه توقفی بکنیم، سلام علیکی بکنیم. دوستی رفقایی داشتیم اونجا، حدوداً ساعت 11 شب بود. دیدم که صاحب خانه خیلی پریشانن، زن و مرد، دختر و پسر همه پریشانن، بزرگترا. یکی میگفت چراغ فانوس هست، یکی میگفت لیت هست، زبان همون خود قدیمیشون لیت هست، یکی میگفت نمیدونم چراغ قوه بیار، یکی نمیدونم چراغ فلان بیار. گفتم جریان چیه؟ خیلی به هم ریختی. گفت معذرت میخوام، گفت گله از صحرا آمده، 2-3 تا بز ما نیامده. گفت گله از صحرا آمده، حالا ساعت 11 شبه، 2-3 تا بز مال ما نیامده. میترسیم که گرگش بخوره، سگ تو بیابون هست، حالا دنبال چراغ قوه و لیت نمیدونم فلان فانوس میگردیم. همه بسیج شدن که برن صحرا بز و بر بگردونن. ولی ساعت 12 شب محمد 15 سالش خونه نیست، کسی سوال نمیکنه پس محمد کجاست؟ فاطمه کجاست؟ ساعت 11 شب حالا چه جوان جلو آینه میسه، عروسیه. باور بکنید تا 30 سال پیش نماز عشا بین مغرب و عشا شام میخوردن، نماز عشا خونده بودن، بعد از نماز همه تو بستر خوابیده بودن. بچه 15-16 ساله 17 ساله الان ساعت 11 شب رو تازه آماده میشه که بره بیرون. عروسی از ساعت 12 شروع میشه، ساعت 4 صبح گرم میشه. اذان صبح میگه دست از آوازخوانی نمیکشن، اذان صبح براشون تلخ میشه. بارها بوده که شکایت مؤذن کردن، تهدید کردن مؤذن مسجد و امام که این سر این بلنگو رو بچرخون. این صداش وقتی اذان صبح میگه بچه ما از خواب تو خوره مریض داریم، بچه ما نمیدونم پریشان میشه. ولی کنار همون مسجد باند مونتاربو همینجور یک سره میزنن، نه بچهش تو خواب میپره نه مریضش، بلکه میگه موسیقی غذای روحه، آرام میگیره، بچه لالایی میکنه میخوابه، حتما مادرش هم میرقصه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. چی من شده؟ چه آفاتی، چه میکروبی، چه انگلی
وارد زندگیمون شده. چقدر شما الان مطمئنی بچت هم نشسته اینجا. ما فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. واقعا ما فرو ماند از جمال محمد. این محمد کی بود و چی بود؟ بطل الابطال بود. تاریخ مثلش نزاییده، ندیده عاشق شدیم. گله‌دار کدام، مدینه کجا؟ ما تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد. از خداوند امید شفاعتش را داریم. شاید همین محبت ما دستگیری باشد که روز قیامت دستمان را بگیرد. انا لها انا لها یا رب امتی امتی. در چنین روزهایی در کل ممالک اسلامی مجالسی برپا میکنن، ولی متاسفانه تو این مجالس به گیسو و شکل و قد و قامت و مو و ریش پیامبر صلی الله علیه وسلم میپردازند. این را بدانید که کمالات خلقی پیامبر تحول آفرین نبود، گرچه تحول آفرین بود، کامل ترین شخص بودن و کامل ترین شخصیت بودن. اما چیزی که تحول آفرین بود و انک لعلی خلق عظیم، اون چیزی که خداوند تعریف و تمجید او کرده، اون اخلاق عظیم تحول عظیم آفرید. تو مراسم مولودخوانی و برزنجی میگوید رنگ چشم محمد اینطور بود صلی الله علیه و سلم، رنگ موی پیامبر اینطور بود صلی الله علیه و سلم، محمد اینطوری به دنیا آمد صلی الله علیه و سلم، بین کتفش این اندازه بود صلی الله علیه و سلم، ریشش سینه هاشو پوشنده بود صلی الله علیه و سلم، رنگ پوستش اینطوری بود صلی الله علیه و سلم. بعدم حلوایی میخورن و بلند میشن که حق پیامبر رو ادا کردیم در ماه ربیع الاول. این حق پیامبره. قبل از بعثتش مشرکین عرب، مخالفینش، معاندینش، این شخصیت رو به 5 تا صفت معرفی کرده بودن: محمد امین، محمد طاهر، محمد صادق، محمد حکیم، عاقل یعنی، محمد رحیم، مهربان. هر رهبر امت اسلامی در ممالک اسلامی این 5 تا صفت رو داشته باشه، اون پیغمبر گونه است. هر کدوم یکی از این صفت ها رو نداشته باشه، سایر صفت ها رو به هم میزنه، تحت شعاع قرار میدهد. نباید یکی از این صفت ها از مصلح و بزرگ و مرشد و حتی عامه مسلمین، اما این صفات اگر در بزرگان و سیاستمداران و فرماندهان سیاسی و علمی و نظامی و انتظامی و مدیریتی ممالک اسلامی باشد، هیچ قدرتی در مقابل اونها نمیتواند. امروز چیزی که بزرگان ممالک اسلامی کم دارند امانت هست، صداقت هست. محمد امین این لقبی است که دشمنان بهش دادند. از امانت این محمد امین چند درصد ما پیروانش بهره بردیم؟ شما دیدی وقتی که یک مسیحی یا کشیش اسم عیسی مسیح می آورد، کل مسیحایی که نشستن همینطوری می کنند، ولی صلوات ها خیلی بیجانه. البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علیه. اجماعا یک صلوات محمدی غرا قد بفرمایید.
صل علی محمد آل محمد و صحبه سلم. محمد امین، امشب برو خونه به خودت نمره بده چند درصد سهم تو از امانت محمد شده صلی الله علیه و سلم، چند درصد تو بهره بردی از این صفت. صفت دوم صداقت، حلقه مفقوده رشد و توسعه و توانمندی و پیشرفت و خاتمه به خیر شدن. صداقت کجاست؟ نماز جنازه رو صداقت خوندن، دفنش کردن. از صداقت محمد صلی الله علیه وسلم چند درصد، چقدر سهم و بهره من و تو شده؟ محمد طاهر، یا محمد، چه چیزی تو را وادار کرده خدایان ما را و معتقدات ما را در جزیره العرب که از آبا و اجداد به ارث بردیم زیر سوال ببرید؟ کمبود پست و مقام دارید، تو را رئیس مکه میکنیم، ام القرای عرب. کمبود مال داری، یتیم بودی، فقیر بودی، تو رو جمع میکنیم، مال و اموال تو رو غنی ترین میکنیم. کمبود شهوت دارید، زن دارید، زیباترین و جذابترین و جوانترین و کم سن و سالترین دختران عرب را به تو میدهیم، دست از این کار بکش. درست ما جمال یوسف مثال میزنیم، اما مهر محمد چیزی دیگه هست. جمال یوسف مثال میزنیم علیه السلام، اما مهر محمد صلی الله علیه وسلم یه چیزی دیگه است. اشرف رسوله و اشرف اولوالعزم رسوله. جبرائیل هم دست ادب بسته، جای رسیده که جبرائیل نرفته. جبرائیل فقط 7 معراج از 10 تا معراج رفت، 3 تای باقی مانده تنهایی رفت. به سدرة المنتهی و مقام قلم و عرش خدا به تنهایی رفت. با اون همه جمالی که داشت، جوانی که داشت، نه لب به شراب زد، نه اعتنایی به دخترای زیبای مکه کرد. و اولین زنش 25 ساله 40 ساله 2 بارم بیوه شده بود. ام المؤمنین خدیجه، ام الاشراف. محمد امین، محمد صادق، محمد طاهر، یکی از سنت هایی که برای طهارت و عفت آورده ازدواجه. محمد طاهر، محمد عاقل حکیم، هیچ موقع حرف بیهوده نزد، حرف خلاف منطق نزد. 13 سال نه صحبت از نماز و روزه و زکات و حج کرد، 13 سال فقط رو فکر عرب کار کرد تا اون حس فکر کردن را درش بیدار کرد. وقتی که عرب فکر کردن رو از نو به دست آورد، جامعه جاهلیتی که فکر نمی‌کرد جاهل شده بود، چون فکر نمی‌کرد کور شده بود و جاهل شده بود. خدمتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عرب کرد و جاهلیت عرب، حس فکر کردن رو در اونها 13 سال بیدار کرد. وقتی بیدار کرد و فکرمند شدن، خودش از جمع اونها رفت به کجا؟ رفت و بزرگان قوم که منافعشون در خطر دیدن که چه؟ عموم مردم جزیره العرب دارن فکرمند میشن، منافع مادی و مقام و منزلتشون داره چه؟ از دست میره. توطئه کردن، اون رفت بیرون. اما به گواهی خود ابو سفیان و هند در شب فتح مکه، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از 8 سال برگشت با 10,000 سرباز مجاهد، اطراف مکه خیمه زد و آتش روشن کرده بودند. این زن و مرد بعد از 23 سال مبارزه در بالکن خانه ایستاده بودند، با هم درد دل می‌کردند و آخرین ثانیه های پست و مقامشون رو داشتن بررسی می‌کردند. یک دفعه یکیشون گفت که روزی که محمد رو از مکه خارج کردیم، دل اهل مکه هم باش رفت بیرون، دل اهل مکه هم با خودش برد به یثرب. و این یک واقعیته.
و دومی گفت که مرد، من میبینم که محمد از روی دیوار نمیاد، محمد از خانال دل وارد میشه، دل رو تسخیر میکنه. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. واقعا رحمت مهداتی بود. وقتی که مردم فکرمند کرد، خودش رفت بیرون، دنبالش راه افتادن، دویدن، دوباره باش برگشتن. 10,000 نفر ظرف 8 سال بعد از هجرت برگشتن و مکه تسلیم شد. و وقتی با همون 10,000 نفر فکرمند برگشت، قبل از وارد شدن به مکه نگفت هجوم به مکه، نه، وارد شدن به مکه گفت شمشیراتونو تو غلاف بگذارید، کسی حق نداره دست به شمشیر ببره، از شمشیرش از غلاف بیرون بیاره، نشون اینها بده. رفت خطبه خون، چوبی در دستش بود، میزد تو شکم بتها. قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یکی بعد از دیگری سرنگون میکرد. همه جمع شده بودن زیر 2 قدمش، همشون. بعد یک جمله تاریخی به اونها گفت: یا معشر قریش ما تظنون انی فاعل بكم؟ قالوا اخ کریم و ابن اخ کریم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. ای معشر قریش، گمان شما درباره من چیه؟ 23 سال مبارزه کردید، گمان شما درباره من چیه؟ 21 سال. گفتن برادر بزرگوار و باگذشت و سخاوتمند و کریم و پسر برادر بزرگوار و سخاوتمند و کریم. گفت همه تون برید که آزادید. عفو عمومی اینطوری بر دلها حکومت کرد. محمد حکیم واقعا سیاستمدار بود، حکیم بود، دوراندیش بود. حتی نیامد ابو سفیان رو مسله بکنه، نیامد هند رو مسله بکنه. هند جگرخواری که جگر حمزه رو با خنجر سینه‌ش رو شکافت در غزوه احد و جگر حمزه رو به دندان گرفته و بعد پرت کرد رو زمین. نیامد انتقام از هند بگیره، نیامد انتقام از ابو سفیان بگیره، بلکه این جمله رو چون فهمید که اینطوری باید، حتی وحشی آمد اسلامش رو اعلام کرده. فقط یک جمله به وحشی گفت دستت بده ولی نگاه تو صورتم نکن که شاید اون احساسات حمزه و خاطره حمزه یادم بیاد، اما اسلامت قبوله. این جمله رو در 3 جمله گفت کسی که پناهنده بشه به مسجد الحرام در امانه، کسی که بره تو خونه درو ببنده در امانه، کسی که پناهنده بشه به خانه به ابو سفیان اونم در امانه. دید که اون بزرگ سیاستمدار بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم اینطوری اونو ضربه فنی کرد، وگرنه کشتن ابو سفیان مثل آب خوردن بود، کشتن هند مثل آب خوردن بود. ولی این کارو نکرد. ولی امروزه امت اسلامی با دوستش چه کارا که نمی‌کنه، با موافقش تا چه برسه با مخالفش. بذار اون بچه فقیر، بذار اون کارگر مهاجر افغان، اونم برادرته، بذار اون بلوچ، اون بنگال، انما المؤمنون اخوه. بذار اون فقیر تو صف نماز لباسش بچسبونه به لباست، نترس. اگر لباسش کهنه بود، جیبش خالی بود، اگر پاش یا لباسش تو صف نماز بپاد و لباست و کتفش به کتفت چسبید، نترس جیبت خالی نمیشه، نترس فقرش از اون به تو منتقل نمیشه. جلو خداوند همه یکی هستیم، همه عبدیم. عبد رب یکیه اما عبید زیادند. رب فقط یکیه، الله رب العزت و الجلال. باقی همه عبیدن با همه طبقاتشون. کسی طبقشو به رخ کسی نکشه. سر پل سراد میدونه که سرمایه داره، که حاکمه، که موفقه، که خوشبخته. اگر شهادتین هنگام مرگ به زبان تامند، اون موقع میدونی که تو سرمایه دارید. چون پیامبر گفته هر کسی آخرین کلامش در دنیا شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله باشه، اون بهشتیه.
اگر نیامد هیچی به دردت نمیخوره. 4 نفر نشستن بغل گوشت، بگو لا اله الا الله. یه کلید گاف صندوق، کلید گاف صندوق. ماشین هم چه شد؟ شرکت هم چه شد؟ اونا به کی میرسه؟ به هر کسی برسه. ای مسکین، بگو لا اله الا الله تفلحو، بگو لا اله الا الله. اما همون فقیر درویش مسکینی که تو به نظرت نمی آمد، قبل از مرگش نمازش خونده، وضوش گرفته، مسواکش زده، غسلش زده، حلالی میطلبه، رو به قبل خودش شهادتش میده، بعد نفس خالی میکنه. بعضی همینجور چشمشون مثل خون میشه، هی حلقومشون ورم میکنه، روحش میاد تا حلقومش دوباره بر میگرده. همطور جون میده، نمیتونه تخلیه بشه. بگو لا اله الا الله. چی؟ تو عمرش نگفته. عزیزان و سروران، فرصت طلایی است، فرصت عمره. زن نباید مسجد بیاد، ولی بازار بره، عروسی بره، هر جایی که میخواد بره، دم در بنشینه، پارک بره، تفریح بره، سینما بره، اما مسجد نیاد که نمازو با وقار بکنه. این کنیزای خدا، پیامبر گفته لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. این کنیزک های خدا رو پیامبر گفته که منعشون نکنید که بیان به خانه خدا، اما به شرطی که کارهای خانه و برنامه های خانه هم انجام بدید. برای نماز سنت اجازه شوهر مؤمنت هم لازمه. چقدر خوبه که پدر و مادر، مرد و زن، با اولادشون بیان به این پارک خداوندی، این پارک آخرته، دست هم بگیرن، همطور که میرن عروسی، همطور که میرن بازار. خانم بریم امروز پارک، بچه ها رو ببریم پارک تفریح بکنن. به همسرت بگو خانم آماده بشو، وضو بگیر، بچه ها رو ببریم مسجد، خانه خدا، کلام خدا بشنون. بهشت و دوزخ با هم دیگه بحثشون شد. جهنم گفت فیه الجبارون المتکبرون الظالمون الاغنیا. جهنم داره میگه در من انسانهای جبار، متکبر، ظالم، سرمایه‌دار در منن. بهش گفت فی المساکین المظلومون الفقراء. اما درون من مظلومین و فقرا و مساکین هستن. افتخار به ظالم نیست. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. امروز طب و پیشرفت علمی ثابت کرده که اعصاب انسان در پوست انسانه. 1400 خورده سال پیامبری که دانشگاه علوم پزشکی نرفته، در قرآن گفته که اعصاب در جلد انسانه. خداوند میگه کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. وقتی که در نتیجه سوزش آتش جهنم پوست جهنمیان سوخت، ما پوستشون و جلدشون رو عوض میکنیم تا عذابو بچشن، نگفته گوشتشون. اگر یه آمپولی بر بدنت وارد بشه، اون لحظه ای که با پوست تماس میگیره احساس درد میکنید. وقتی تو گوش رفت دیگه میگه جلدشون رو عوض میکنید. و روح و ریحان و جنت نعیم و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. درباره بهشت میگه همش روح و ریحانه. پیامبر میگه وقتی بهشتیان وارد بهشت میشن، خداوند تسبیح خودش رو به اونها الهام میکنه. همینجور که تو بهشت میچرخن میگن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تسبیح برشون الهام میکنه. هر بار که میگن سبحان الله، از کل جلدشون گلاب پمپاژ میشه تو فضای بهشت. آیا رفتی خانه خدا بوسه بر حجر الاسود بزنید، احساس نکردی که اونجا همش بوی خوشه؟ از بس که اونجا عود و عنبر میکشن. اما بهشتیان وقتی که خداوند به اونها تو بهشت الهام
میکنه تسبیح خودش، هر بار که بهشتیان میگن سبحان الله، این جلدشون، این سوراخ‌های جلدشون گلاب پمپاژ میکنه. سبحان الله، معطر میشه فضای بهشت با تسبیح خدا و اون گلابی که از بدنشون چه پمپاژ میشه. روبروی هم روی تختای بهشتی نشستن. خداوند غل و غش و کینه و عداوت دشمنی گفته نزعنا، من از سینه های اونها بیرون کشیدم، جز لبخند چیز دیگی و بشاشیت و تبسم چیز دیگه تقدیم هم نمی کنن. روبروی یک سلام دیگه مونده. در رکعت دوم قبل از رکوع وقتی من الجنة و الناس خونده شد، دعای ختم قرآن خونده میشه. دعایی که نیاز تو و همسرت و پدرت و مادرت و اولادت و دوستت و رفیقت، دعایی که در همه زمینه های نیاز تو، اگر مریض داری، اگر گمراهی در خانه دارید، اگر بی‌حجابی خانه دارید، اگر از حکام براشون دعا میشه، تا علما، تا مریضا، تا مردگان، تا مسلمان، تا کافر حتی، که خدایا هدایتشون بده. مجاهدین و مظلومین و فقرا و همه برای همه دعا میشه. چه اون دعایی که سفارش کردی، چه چیزی که به ذهن نرسیده سفارش بکنه خونده میشه. هر کسی آمینش با آمین ملائکه هماهنگ شد، غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعضی از عزیزان امشب مثل دیوانه ها میشن. این مسجد الان ختمه، مسجد فلان جا ختمه، مسجد فلان جا ختمه، میرسونن خودشونو مثل پروانه، میرسونن اینجا تمام شد، میدونن برو جای دیگه، اونجا یک عالمی دیگه هست. سبحان الله. نمردیم و چه دیدیم. خدا رحمتت بکنه جناب شیخ. اینا همه ثمره اخلاص توست جناب مولانا عبدالعزیز، ثمره اخلاص توست. جناب امام مستا ربیعی، اینا های زیایی، امام مستا ربیعی، مولوی عبدالملک، امثالهم، که بهترین نوع مرگ و شریفترین و سعادتمندترین نوع مردن و آبرومندترین نوع مردن نصیبشون شد. ما راضی نمی شدیم که شیخمون و مرشدمون و مربیمون کمتر از شهادت بمیره. ما خوشحالیم که پرونده علمای بزرگمون اینطوری جمع شد و برای علمایی که الان هستن بازم راضی نمیشیم که مرگشون کمتر از شهادت باشه. اینا ثمره اون نفس گرمی است که از معدن اخلاص و عقیده و محبت و عشق به بشریت و عشق به خدا. سعدیا مرد نیکونام نمیگیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نیکویی نبرند. تو همین مسجد وقت شیخ می آمد یه تعدادی پیرمرد نشسته بودن. اگر بعضی موقع امام مسجد غایب می شد، کسی نماز جماعت فقط همون یکی چند تا سوره حفظ بود، کسی نماز جماعت دیگه نمی خوند. پدران ما نشستن اینجا، یادشون هست. ولی امروز امام نرسید، همین جوانایی که تازه بالغ شدن 40-50 جز، مگر دیشب اینجا نبودید نماز تراویح؟ یک بچه سوم راهنمایی 26 جز خود حفظه. و امشب انشاءالله در نماز تهجد اون وعده‌ای که به شما دادم، یه مهمان ویژه داریم که همش با قرآن صحبت میکنه. شاید ما رو تحریک بکنه که تلاش بکنیم برای تربیت فرزندانمون، که تربیت قرآنی اونها رو بار بیاریم. عزیزان، جای هممون تو این سالن نمیشه. حالا برای نماز انشاءالله و دعا یه عده از عزیزانی که قبلا داخل بودن برن تو حیاط، اون پایین هم اگه فرشه بالاخره فشرده بیستن و همه با هم خواهرها هم رعایت بکنن. جایی برای شما تو مساجد ایجاد شده، خیلی هزینه شده. هنوز هم یه عده تلاش میکنن که شما رو بفرستن تو بازارها. ولی ایثار به این معنی است که اگر 2 سلام توی که داخلی خوندید بدونی که من بگم،
برو بیرون، دست اون برادرت بگیر، بگو هم تو بیا داخل، من برم جای تو. زیباست نه؟ خیلی زیباست. اونایی که پایین پله ایستادن، دو سلام هم شما بیاید اینجا جلو، ما میریم بیرون. این هوش اجتماعی رو دارید؟ این قاعده فهمی رو دارید؟ خداوند در قرآن میفرمایند اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. سبحان الله. اگر در مجلس خیری جا تنگ شد و جمعیت زیاد بود، اگر به شما گفته شد که یک کمی جمع جورتر بشینید، تفسحوا، تا مجلس بازتر بشه، عزیزی بیاد کنارت بنشینه، به جایی که پات اینطوری باز بکنید، پاتو جمعتر بکن، خودتو جمع جورتر بکن، فاصله ها رو بگیر. میگه اگر از تو خواسته شد که در مجالس خیر که جا تنگ فشرده تر بشینید، فشرده تر بشین. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. این آدابه. همه آداب، معاشرت، ارتباطات، جامعه شناسی، روان شناسی، همه و همه در قرآن آمده. میگه فاصله ها رو تنگتر بکنید تا جا بیشتر باشه. حالا نتیجهش چیه؟ میگه یفسح الله لکم. پاداشش این که خدا برای شما گشایشی ایجاد میکنه. اگر شما چند سانت برای برادرت جا باز کردی که کنارت در مجلس خیر بنشینه و لذت ببره، میگه خدا برای شما یک فسحه‌ای، یک گشایشی باز میکنه. قدرش نگفته، یفسح الله لکم. محلش هم نگفته کجاست، قدرش هم نگفته، اندازش هم نگفته. یفسح الله لکم کجاست؟ اولین جایی که خداوند برای شما باز میکنه تو دل بندگان خداست. سبحان الله. تو وقتی برای برادر یک کمی جا باز کردید، تو دلش جا گرفتید. نگاه کن، خودش فشرده تر نیست تا من بشینم کنارش. پس این انسان بزرگی است، این دل بزرگی داره، دل رحیمی داره، این حسود نیست. اولین ویژگی این که تو دل بندگان خدا جا باز میکنید. دوم این که در قبر جا باز میشه، قبر دور میشه. در جایی که تو دوست داری خدا اونجا رو بر تو باز بکنه، باز میشه. یفسح الله لکم. در رزق و روزی، در علم و دانش، در تقوا، در خانواده، در دوست و رفیق، در همه چیز. پس عزیزان، چنین شبهایی کسی چپ چپ به هم نگاه نکنه، چون دوست ندارید که خدا روش رو بر بگردونه. تحمل همدیگه رو داشته باشید، حوصله همدیگه رو داشته باشید، خیرخواهی برای همدیگه داشته باشید، دلسوزی برای همدیگه داشته باشید، محبت برای همدیگه داشته باشید. من از اون طرف خبر ندارم، از قسمت خواهرها خبر ندارم، خودشون خبر دارن. همدیگه رو اکرام بکنن، احسان و نیکی در حق همدیگه بکنن. ما در همین یک سلام باقی مانده دعای ختم قرآن میخونیم. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، یکی از حفاظ و مقرئین قرآن و قاریان قرآن، اولین صحابی که با صدای قرآن فریاد زد نزد کعبه و اونو خونالود کردن. وقتی که ختم قرآن میرسید، قوم و خویشاشو دعوت میکرد که در دعای ختم قرآن سهیم باشن. حتی عزیزی که در این ختم اینجا نبوده امشب آمده، حتی عزیزی که شرکت نکرده امشب رهگذری رد میشده. این مجلسی است که هر کسی در این مجلس حضور داشته بی بهره بر نمیگرده. به فکر هم باشید. وقتی تو سجده هستید برای خودت تنها نه، صیغه جمع رو به کار ببر.
اللهم انك عفو کریم حلیم تحب العفو فاعف عنا. چه چیزی سبب شده که ما اینطوری بیایم اینجا؟ جا تنگه، جلو مسجد خیلی زیبا نیست، باز نیست یک فضای بزرگی که جلو مسجد، جا برای ماشیناتون نیست، جا برای بچه هاتون زیاد نیست که یک مهد کودکی یا مهد قرآنی مجلل 200-300 متر چند تا اتاق و سالن بچه ها برن اونجا بازی بکنن. ولی دل ما و شما که وسیعه. 3 نمونه امکانات داریم. اگر موفقیت به اندازه امکانات باشه این خود زرنگی نیست. اگر موفقیت کمتر از امکانات باشه این خیانته. امکاناتت خیلی عالی بوده اما موفقیتت کم بوده. اگر موفقیت بیشتر از امکانات باشه این همت عالی است. ما از امکانات کم بهره های زیاد ببریم، محبت هم دیگه بکنید. اینجا کسی میزبان نیست و کسی مهمان نیست، همه ما فقیریم، در خانه غنی و بی نیاز آمدیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. الله فقط غنی است. این که به فلانی و فلانی و فلانی میگیم اینا جزو اغنیا هستن. اگر این مال و ثروت و مکنتشون اونها رو سرمایه‌دار معنوی نکند، اونها فقیرتر از فقیر هستن که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده روز قیامت امت من 500 سال از تجار زودتر وارد بهشت میشوند. تاجر ایستاده و حساب و کتابش داره میکشن. این از کجا آوردید؟ از راه حلال به دست آوردید؟ چه کار کردید؟ فلانجا زکات دادید ندادید؟ درست دادی درست ندادی؟ رفت. پیامبر همیشه صلی الله علیه وسلم دعا میکرد خدایا حب مساکین به من بده. اللهم انا نسألك حب المساکین. بهشت و دوزخ با هم دیگه بحثشون شد. جهنم گفت فیه الجبارون المتکبرون الظالمون الاغنیا. جهنم داره میگه در من انسانهای جبار، متکبر، ظالم، سرمایه‌دار در منن. بهش گفت فی المساکین المساکین المظلومون الفقراء. اما درون من مظلومین و فقرا و مساکین هستن. افتخار به ظالم نیست. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. امروز طب و پیشرفت علمی ثابت کرده که اعصاب انسان در پوست انسانه. 1400 خورده سال پیامبری که دانشگاه علوم پزشکی نرفته در قرآن گفته که اعصاب در جلد انسانه. خداوند میگه کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. وقتی که در نتیجه سوزش آتش جهنم پوست جهنمیان سوخت، ما پوستشون و جلدشون رو عوض میکنیم تا عذابو بچشن، نگفته گوشتشون. اگر یه آمپولی بر بدنت وارد بشه اون لحظه ای که با پوست تماس میگیره احساس درد میکنید. وقتی تو گوش رفت دیگه میگه جلدشون رو عوض میکنید. و روح و ریحان و جنت نعیم و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. درباره بهشت میگه همش روح و ریحانه. پیامبر میگه وقتی بهشتیان وارد بهشت میشن خداوند تسبیح خودش رو به اونها الهام میکنه. همینجور که تو بهشت میچرخن میگن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تسبیح برشون الهام میکنه. هر بار که میگن سبحان الله از کل جلدشون گلاب پمپاژ میشه تو فضای بهشت. آیا رفتی خانه خدا بوسه بر حجر الاسود بزنید احساس نکردی که اونجا همش بوی خوشه؟ از بس که اونجا عود و عنبر میکشن.
اما بهشتیان وقتی که خداوند به اونها تو بهشت الهام میکنه تسبیح خودش، هر بار که بهشتیان میگن سبحان الله، این جلدشون، این سوراخ‌های جلدشون گلاب پمپاژ میکنه. سبحان الله، معطر میشه فضای بهشت با تسبیح خدا و اون گلابی که از بدنشون چه پمپاژ میشه. روبروی هم روی تختای بهشتی نشستن. خداوند غل و غش و کینه و عداوت دشمنی گفته نزعنا، من از سینه های اونها بیرون کشیدم، جز لبخند چیز دیگی و بشاشیت و تبسم چیز دیگه تقدیم هم نمی کنن. روبروی هم رو تختای بهشتی نشستن، از دیدار هم سیر نمیشن. اون داستان اون غلام به شما گفتم که از کنار مسجدی با مالکش میگذشت. اون غلام سیاه پوست اجازه خواست که اجازه بفرما سرورم، من لحظاتی برم در مسجد خانه خدا. گفت برو ولی دیر نکن. اون مالکش بیرون در ایستاد. این غلام دیگه وقتی وارد مسجد شد فکر کرد که تو بهشته. وقتی که وارد راز و نیاز و با رب العالمین شد از خود بی خود شد. اون اربابش از بیرون صداش زد ای غلام زود باش بیا، خیلی دیر کردید، چرا نمیایید؟ این غلام از داخل مسجد صدا زد ارباب نمیگذارن من بیام، اجازه نمیدن من بیام. گفت مالک تو منم، کی اجازه نمیده؟ گفت همون کسی که به تو اجازه نمیده پا تو خونش بذارید. اولین اعتراف اللهم انت ربی. چقدر این جمله عاطفی است. چند بار اگه تکرار بکنید بی اختیار گریه میکنید. اللهم انت ربی، پروردگار تو رب منیت. اللهم انت ربی، پروردگار تو رب منیت. معنیش اینه که من غیر از تو هیچ خدایی ندارم، اما تو غیر از من بندگان دیگر دارید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جای دیگه میفرمایند در اذکار صبح و شام، هر روز صبح که نماز صبح میخونید سنت است که 3 بار بگی رضیت بالله ربا، راضی و خوشنود شدم و دلم شاد خوشحاله که تو رب من باشید. من غیر از تو نمیپسندم، من غیر از تو نمیپذیرم، من غیر از تو دوست ندارم. بله دوست دارم کسانی که تو دوستشون دارید، دوست دارم عملی که تو دوست دارید، همش خلاصه میشه در دوستی تو. چقدر زیباست. به ربی غیر از تو راضی نمیشم، دلم آرام نمیگیره، احساس ناامنی میکنم. این نام توست که من آرام میکنه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. هر وقت معصیت تو کردیم، از تو فاصله گرفتیم، دلمون در اختیار کسی دیگه گذاشتیم، غیر از تو احساس ناامنی کردیم، دچار افسردگی شدیم، پریشان شدیم، مضطرب الحال شدیم. الله، یه بار دیگه بگه الله، رضیت بالله ربا. با دلت بگو، شاد باشه، دلت شاد باشه که خدا توشه. شکر خدا بکنید که الله مال همه است بدون استثنا. اگر الله مال یک قشر خاصی بود چه کار میکردی؟
دنباله سید الاستغفار لا اله الا انت، هیچ معبودی به حق نیست به جز توی پروردگار. اعتراف دوم، چقدر خدا این اعتراف رو دوست داره. بعد میگه خلقتنی. این ترتیب این کلمات نگاه کن چقدر زیباست. بعد که میگه اللهم انت ربی، تو رب منی. بعد میگه لا اله الا انت. بعد میگه خلقتنی. سبحان الله، تو مرا از عدم به وجود آوردید. خلق ایجاد بعد از عدمه. تو اجازه دادید من ایجاد بشم، تو اجازه دادید بعد از این که منو از عدم به وجود آوردید دلم محلی باشه برای دوست داشتن تو در اونجا بگیرید. تو به من اجازه دادید که رو به تو بیستم، تو به من اجازه نماز خوندن دادید، تعظیم در مقابل خودت دادید، تو اجازه شکرت دادید، تو به من اجازه پرستشت دادید. باور میکنی که هر مسلمانی اجازه پرستش نداره؟ حتی مسلمانه ولی اجازه بندگی نداره. خیلی از مسلمان ها شراب میخورن، ظلم میکنن، حرفای کفر میزنن، نماز نمیخونن. گفت عبدالرحمن تو از اغنیا هستید ولی روز قیامت تو سینه خیز و 4 دست و پا وارد بهشت میشی. سبحان الله، روی زمین داره راه میره، پیامبر بهش میگه تو بهشتی هستی، تو بهشتی هستی، تو بهشتی هستی. زده شد گفت نگاه بکنید طوفانی چی، گردبادی چی. حالا که رفتن که قافله 700 تا شتوری عبدالرحمن بن عوف از شام داره میاد. از ام المؤمنین عایشه گفت مادر گواه باش که عبدالرحمن نمیخواد سینه خیز وارد بهشت باشه. در یک روز عیدی و مهرجان این داستان قارون. اما یکی از سرمایه‌داران به نام مشهور جهان اسلام در صدر اسلام شخصی نیست مگر عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه. یک کتابی نوشته شده رجال حول الرسول، مردانی پیرامون رسول صلی الله علیه وسلم، ترجمه شده به زبان فارسی. این کتابو حتما بخرید. زندگی نامه بیش از 60 تا از بارزترین شخصیت‌های یاران پیامبر و شخصیت‌های بزرگی که پیرامون پیامبر بودن صلی الله علیه و سلم و در مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت شدن، که یکیشون عبدالرحمن ابن عوف بود که جزو سابقین اولین بود به اسلام. در همون روزهای اول اسلام بعد از اینکه ابوبکر صدیق به اسلام گروید پیشنهاد داد به 4-5 نفر، به 7-8 نفر، که یکیشون سعد ابن ابی وقاص بود، دوم عثمان ابن عفان بود، سوم طلحه بود، چهارم زبیر بود، پنجم عبدالرحمن ابن عوف بود. اینا همشون از اون 10 نفرن که پیامبر در حیاتشون به اونها روی زمین راه میرفتن. گفت شما 10 نفر یار بهشتی هستید، شما 10 نفر بشارت به بهشت به شما میدن. سبحان الله، روی زمین داره راه میره، پیامبر بهش میگه تو بهشتی هستی، تو بهشتی هستی، تو بهشتی هستی. نابردران گنج موثر نخواهد شد. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، همینطوری بهشتی نشدن. جبرائیل وقتی که نازل میشد بر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفت سلام خدیجه برسان، سلام عایشه برسان. سبحان الله، یک زن به کجا میرسه که جبرائیل امین میاد، فرمانده کل فرشتگانه، مطاع ثم امین، 2 تا بالش کل افق در سدرة المنتهی میپوشونه، فرمانده کل فرشتگانه. یک روزی عبدالرحمن ابن عوف 1/8 اسلام بوده، نفر 8 بوده. وقتی که اسلامشو اعلام میکنه مورد اذیت و آزار قرار میگیره. در هجرت اول به حبشه چه هجرت میکنه، برمیگرده به مکه. در هجرت دوم هجرت میکنه به حبشه و بعد برمیگرده و بعد به مدینه هجرت میکنه، شهر پیامبر صلی الله علیه و سلم. فقط با لباس تنش. اون موقع عبدالرحمن میلیاردر نبوده. وقتی میره به مدینه پیامبر صلی الله علیه و سلم رابطه اخوت و برادری بین انصار و مهاجر قرار میده که حتی از همدیگه ارث میبردن. به برادر انصاری به اسم سعد ابن ربی گفت این عبدالرحمن برادر توست. مالدارترین اهل مدینه، یکی از مالدارترینشون همین سعد ابن ربی بود که برادر انصاری چه عبدالرحمن ابن عوف بود.
گفت ای برادر نگاه به خانه من بکن، هر کدوم از خانه ها میخواهی تو انتخاب بکن مال تو. تو مال من نگاه کن، هر چی به دردت میخوره تو میپسندی مال تو. تو بوستان من، تو زندگی من. دعای خیر کرد، گفت بارک الله فی بیتک و مالک و اهلک و بوستانک دلنی علی السوق. راه بازار نشونه من بده. بازاری های عزیز، 6-7 تا از عشره مبشره به بهشت بازاری بودن. بازار ملعون نیست، بازار بدترین جا نیست. هر جا که آدم غافل باشه اون بدترین جاست. اگر تو بازار، تو همین بازار بندر عباس، تو همین بازار کلافروشی دبی، تو میگم تو باریس گالری، من هر وقت دبی میرفتم چند سالهای قبل که میرفتم دبی، میرفتم باریس گالری. اونجا لوکس ترین تو کشورهای خلیج، هر سال رتبه اول میاره. 600 تا از جوانای خودمون که خیلی لوکسن اونجا اونجا کار میکنن تو مجموعه باریس گالری. جوانایی هستن که باور بکن تو کشاب میزشون همونجا تو موبایلشون سخنرانی شیخ زیایی رحمت الله علیه هست. و یکی از شبها ساعت 12 به بعد تو یک واحدی از من وقت گرفتن، نزدیک به 70 نفر از کارکنان باریس گالری اون شب تا سحر با هم نشستیم که دیگه جا نبود. پس بازار ملعون نیست. گفت راه بازار نشونم بده. پیامبر صلی الله علیه و آله این خبر رو شنید، عفت نفس عبدالرحمن شنید، دعا براش کرد. گفت عبدالرحمن از جمله اغنیاست. عبدالرحمن میگه من سنگو بلند میکردم، پام به سنگی میخورد، فکر میکردم درهم و دینار گنج زیرشه. آنچنان خدا در باز کرد. اما یک جمله پیامبر صلی الله علیه و آله به عبدالرحمن ابن عوف گفت عبدالرحمن تو از اغنیا هستید، ولی روز قیامت تو سینه خیز و 4 دست و پا وارد بهش میشید. به خدا قرض بده تا قدمهای تو رو باز بکنه، آزاد بکنه که بدوید همراه دوندگان به سوی درهای بهشت. عبدالرحمن این مال تو که یه روزی از اغنیا خواهید شد، سرمایه‌داران، مانع نشه که پاتو لنگان بکنه، دیگران بدون به سوی بهشت. این مال تو پاتو کند بکنه، حرکت تو کند بکنه. به خدا قرض بده تا پاتو آزاد بکنه. سبحان الله. یک قطعه زمینی فروخت، وقت داره ما رو تعقیب میکنه. یک قطعه زمینی فروخته به 40,000 دینار طلا در اون زمان. همه رو تقسیم کرد بین فقرا و مساکین، حتی به امهات المؤمنین. یک بار 500 تا اسب یک جا برای ارتش اسلام داد. وقتی میگم 500 تا اسب در اون زمان یعنی 500 تا تانک در این زمان. 1500 تا شتر یک جا تقدیم ارتش اسلام کرد، یعنی 1500 تا نفربر در این زمان. یک روز قافله از شام می آمد، اطراف مدینه گرد و غباری برپا شد، طوفان خاکی برپا شد، اهل مدینه وحشت زده شدن، ام المؤمنین وحشت زده شد. گفت نگاه بکنید طوفانی چی، گردبادی چی. حالا که رفتن که قافله 700 تا شتری عبدالرحمن ابن عوف از شام داره میاد، از پوشاک و مواد غذایی که نیاز مدینه و حواشی مدینه هست همه بار بود. همه دلالا و تجار پریدن بیرون، گفتن عبدالرحمن این 700 تا شتر مال ما، 1 دینار 10 دینار سود. گفت بیشتر بهم دادن. گفتن 20 دینار 30 دینار 40 دینار 50 دینار. گفت بیشتر به من دادن. گفتن عبدالرحمن 1 دینار 100 دینار. گفت بیشتر به من دادن. گفتن عبدالرحمن 1 دینار 200 دینار. گفت بیشتر به من دادن. گفت انصاف هم چیز خوبیه، دیگه چادری تو مدینه نیست غیر از ما، کی به تو 1 دینار یا 1 درهم 200 درهم سود داده؟ گفت بیشتر پرداخت میکنید یا با اون معامله بکنم؟ گفتن ما دیگه حدمون همین، عاجز شدیم. مال خودت مبارکش باد هر کسی که با تو معامله میکنه 1 به 200 سود میده. گفت من با رب العالمین، و گریه کرد. گفت مادر، به مادرش ام المؤمنین عایشه گفت مادر گواه باش که عبدالرحمن نمیخواد سینه خیز وارد بهشت باشه. در یک روز عیدی و مهرجانی که مدینه در قحطی بود، حتی اون زمام و تناب شترش و پالون شترش هم به خونه نبرد، با شتراش همه بخشید. 700 تا شتر یک جا. اینطوری معامله میکنن. نه حالا تو 2000 تومانی یه نفر گرفته، یه بسته 1000 تومانی هی آب دهنش میزنه که نگاه کنه 2 تا 1000 تومانی به هم نچسبیده. خب بچسبه، تو داری خیر میکنی، بذار 10 تا به هم بچسبه. بذار 10 تا به هم بچسبه. اون آقای مالش بود ولی ما غلام مالمونیم. گریه میکرد. یک روز 50,000 دینار توصیه کرد که توزیع بشه.
برای هر کسی که در جنگ بدر شرکت کرده بود هر نفر 400 دینار هدیه داد. حتی عثمان بن عفان که یک سرمایه‌دار بود اونم اون مبلغ رو گرفت، گفت مال عبدالرحمن مال پاک و حلالیه و طعمه پاکیه، من میخوام از این مال بخورم. خودش سرمایه‌دار بود ولی گفت هدیه چیز دیگه است. در سال 32 هجری اجلش رسید. بعد از این همه ام المؤمنین عایشه میخواست سورپرایزش بکنه، گفت عبدالرحمن در اون لحظاتی که جان میداد گفت که تو کسی بودی که رسول الله صلی الله علیه و آله از دنیا رفت و از تو راضی بود. حجره من و اتاق من که رسول الله صلی الله علیه و آله شوهرم توش دفنه و پدر من ابوبکر و عمر، تو بیا اینجا دفن شو. ببخشید، بله تو بیا اینجا دفن شو پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و ابوبکر و عمر. کی دلش نمیخواد اینجا دفن بشه؟ ولی اینجا شرم حیات و یک معنی که به برادرش و دوستش داده بود عثمان بن مظعون که هم کدوم از ما زودتر مردن برادرش کنارش دفن بشه. و همیشه گریه می‌کرد که مبادا حسنات من و ثواب‌های من در دنیا به من داده شده و روز قیامت از دوستان عرب می‌مانند. پیشنهاد خلافت بهش دادن، جزو 6 نفر بود. گفت اگر کارت بگذارن روی این حلقومم، فشار بدن که از اون طرف حلقومم ببره، بهتر از این که من بپذیرم خلیفه بشم. تنازل کرد و حضرت علی بهش گفت از رسول الله صلی الله علیه و آله شنیدم که درباره تو گفته عبدالرحمن امین در آسمان، در اهل آسمان و امین در اهل زمین، هر چی تو قضاوت کردی من میپذیرم. عبدالرحمن گفت پس عثمان بن عفان خلیفه مسلمین بعد از عمر بشه. و علی رضی الله عنه اولین کسی بود که بیعت کرد. اما هنگام مرگ در حالی که از اموالش میترسید که شاید روز قیامت از دوستانش اونو دور بکنه، این نسیم خنک این آیه هم نوازشش کرد و جانش رو آرام تسلیم جان آفرین کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونهایی که به خاطر رضای خدا انفاق میکنن و منت نمیگذارن در راه خدا، اجرشون نزد خدا ضایع نمیشه و هیچ ترسی و حزنی بر اونها نیست. و جان و تسلیم جان آفرین کرد. درباره عبدالرحمن میگن که اهل مدینه همه شریکش بودن. 1/3 بهشون قرض میداد، 1/3 دینشون و بدهکاریشون رو پرداخت میکرد، دنبال بدهکارا میگشت و 1/3 هدیه بهشون میداد به ارحامش. اونها رو شاد میکرد. هنوز فرصت از دست نرفته، همت بکنید عزیزان من، ولی همیشه خیر تو پرونده هاتون باشه و موفق و مؤید و سربلند باشید. من خیلی از این داستان ها رو خلاصه کردم، ولی واقعا یکی از الگوهای عجیبی که بالاخره میتونه الگوی خوبی برای سرمایه‌دارای ما باشن، جوانای عزیزمون که در آینده آبرود رفته، پولت رفته، ناموست رفته، اعتبارت رفته نزد خدا. آثار گناه 5 چیزه. بیرونقی در صورت. خداوند گفته سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. بعضی چهره ها میبینی تو رو مؤمن میکنه. باور بکنیم بعضی صورت ها هست. یک پیرمردی بود از همین منطقه شما، زمان قدیم با بابای من دوست بود، اسمش سید علی بود. من نمیدونم شما میشناسیدش یا نمیشناسیدش. یک ریش سفید نورانی داشت، سید علی بود. بابای من اینو خیلی دوست داشت. با الاغ می آمد از همین منطقه سیدی که این طرف بیابان می آمد سورو، سالی چند بار می آمد. مامانم می گفت که این اولیای خداست. من بچه بودم، دستی به سرم می کشید سید علی، می گفت محمد صالح گهرته. هیچ موقع فراموش نمی کنم زمانی که من شاید زیر 7 سال بودم، این چهرش مثل که امروز جلوم نشسته یا ایستاده. بعضی چهره ها میبینید حالت به هم میخوره. یکی از آثار معصیت خدا این که صورت انسان بی رونق میشه، رونقشو از دست میده. دوم تاریکی در قلب. سوم بیبرکتی در رزق و روزی. اگر روز 100 میلیون در بیاریم نمیدونی چه شد. طرف هست که ماهی 200,000 تومان حقوقشه،
خودش میخوره، زن و بچه میده، 3-4 تومن 10,000 تومن هم خیر میکنه. چطوری 20,000 تومن برکت میکنه؟ 100 میلیون نمیدونه چه کار کرد. جوانایی هستن که تو سن 20 سالگی 25 سالگی میلیونرن. وقتی خبرشون میاد یه جوانی میگفت آخر سال همینطوری که یه تاجر مؤمن حساب زکاتش میکنه که اینقدر پول زکاتی داره، مسجد درست کرده، مدرسه درست کرده، حساب ایتام جدا میکنه، حساب فقرا و مساکین جدا میکنه. این جوان 25 ساله آمده گفته امسال سال 86 مثلا 20 میلیون پول آبجوام بوده. افتخار میکنه 20 میلیون پول آبجوش بوده. بعضی از جوانای اهل سنت هستن که خدا در 25 سالگی بهشون میلیارد پول داده، ماشین خریدن برای یک دختر شهرستانی زیر پاش کرده، یه خونه هم ماه 50 میلیون رنگ کرده تو تهران و تو شیراز برای دوست دخترش. ماشین خریده، ماشین 50 میلیون زیر پاش. مردم خودت گشنه هستن. باور میکنی شهرستان جاسک 6200 دانش آموز ترک تحصیلی داشته. شهرستان جاسک 6000 دانش آموز به خاطر یه جفت کفش، به خاطر یه کیف، به خاطر 2000 تومن پول کتاب مدرسه ترک تحصیل کرده. همین شهرستان سیریک تا چند سال پیش 1000 خورده ترک تحصیلی داشته. برید توی این روستاها بگردید، خدا خوشش میاد که یک جوانی از ما بره یک ماشین بخره، یک خونه بخره به اسم یک دختری بزنه که نه دینش، نه عقیدهش، نه شخصیتش میشناسی. کجا باش آشنا شده؟ تو بازار کجا باش آشنا شده؟ تو پارک کجا باش آشنا شده؟ معصیت خدا رونق از صورتت میبره. دیگه به روزی میرسی که خودت تو آینه نمیتونی نگاه خودت بکنی، خجالت میکشی. یعنی این شکل من شکل خودته. بله، این چهره شیطانی توست که سر به سر شیطان گذاشتی. شما دعای آینه بلدید؟ پیامبر گفته وقتی که جلو آینه میستی صلی الله علیه وسلم، وقتی جلو آینه میستی بگو خدایا همونطوری که صورت منو زیبا خلق کردید اخلاق و سیرت منو زیبا خلق فرما. اللهم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی. بی‌برکتی در رزق و روزی، تاریکی در قلب، نفرت در دل بندگان خدا و تاریکی در قبر. خواهرم علنگو تو اگر گفتن در بیار برای کار مسجد یا مکتب خانه یا دانشجوی فقیر، درش بیار. از اینجا تا اینجا به رخ مردم نکش. سر عروسی طلاها رو هی به هم میزنید. اگر خودت درش نیاوردید، اگر طلایی داری فقط تو اتاق خواب برای شوهرته، اگر آرایش دارید تو اتاق خواب برای شوهرته. برید ببینید خواهرها با پول طلاشون مسجد درست کردن، مدرسه درست کردن. چند تا خواهر با هم شدن، هر کدوم 5 تا علنگو گذاشتن، یک مدرسه درست شده. اگر تو درش نیاوردید، غسال با قیچی و انبردست در میاد. قبل از رمضان دلها رو بتکونید. یه توبه جانانه لازمه. وقتی ما تصمیم بگیریم عروسیمون مثل نماز عید میشه. امشب این عروسی حکم نماز عید داره، حتی خواهرها هم آمده. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته در نماز عید حتی خواهرایی که عذرم دارن بیان تو جلسه اون گوشه بنشینن، از برکت دعا و صحبت هایی که در روز عید میشه بی نصیب نمانم. امروز ما رو به یاد نماز عید میاندازد. کسی نمیخواد اینجا چیز شد به رخ کسی بکشه. همه تصمیم گرفتیم که 6 نفر و همسرانشون و 12 طایفه رو بریم باشون صحبت بکنیم. خواهش میکنم عروسیتون سالم، اسلامی، پاک، بذار بندگان خدا بیان. اونام پذیرفتن، وسوسه نشدن. نه،
آدم یک بار داماد میشه، آدم یک بار عروس میشه. معلوم دخترم جشن گرفتم، ارکستر آوردم، اگر نباشه این بی‌عدالتیه. به یک عزیزی گفتن که الان ریش داره، جوان خوبیه، بهش گفتن تو دیروز چمدان رو سرت گذاشتی تو عروسی رقصیدید، حالا ریش گذاشتید متوا شدید. تا دیروز میگفتن چمدان تو عروسی رو سرت گذاشتی، ما بهش میگیم ساخت. قدیم رسم بود لباس زن میکردن تو چمدان رو سر مرد همراه ساز میرقصیدن. یعنی آدم بعضی موقع به کجا میرسه؟ همین میدونن این لباس تو چمدان رو سر مرد چیکار میکنه؟ این لباس کیه؟ این لباس زنه. سبحان الله، لباس زن رو سر مرد رو چمدان همراه ساز داره میرقصه. بهش گفتن تو دیروز سر عروسی میرقصیدی، چمدان رو سرت گذاشته بودی. میدونی جواب چی داد؟ این گوششو گرفت، گوش خودشو نه گوش اون. گفت توبه نسو، تا دوش مانا فهمید. امروز اون فهمیدی توبه نسو، دیگه این کار نکنم. تا دیروز نفهمیدم، توبه نسو، دیروز اشتباه کردم نفهمیدم، الان که فهمیدم دیگه اون کار نمی کنم. این بهش میگن توبه. نه اگر کسی یه چیزی در گوشت گفت، حق باتون، حق باتون. تصمیمون رو بگیریم. اون سیمین میگید بیاد اینجا. بلند بلند. خدای دشت و دریا، عزیز و مهربونی، اوصاف خدا داره میگه. میدونی دستای ما دوباره به آسمون. ثمره سوم ازدواج اولاد. نباید پدر و مادر جنایت بکنن در حق فرزند. اگر سری به بیمارستان خاص یا مرکز خاص بزنید، اونجایی که تالاسمی ها نگهداری میشن، تالاسمی ها، من فکر میکنم چند سال پیش من یه بار رفتم، آماری که به من دادن زمان خانم صدیق بود، نمیدونم الان هم هست، خدا یارش باشه هر کجا که باشه، خانم دکتر صدیق، فکر میکنم به من گفت 1400 تا تالاسمی که پیش ما هستن. مشکل ما میدونی چیه؟ اول به هم دل میدن، عاشق هم میشن، بعد که خوب به هم دل دادن حالا میخوام برن آزمایشگاه. آزمایش نشون میده که اینا نمیتونن با هم ازدواج کنن. معذرت میخوام چون عاشقن، میگه دکتر غلط کرده. یعنی چه؟ قدیم آزمایشگاه بوده؟ قدیم این مسائل مطرح بوده؟ عشق اونها رو کور کرده، با فکر پیش نرفتن، اول دل دادن بعد فکر کردن. حالا چه؟ قدرت اون عشق و دل دادن و دل کندن خیلی سخته، در نتیجه ازدواج میکنن. نشد با کمی مقدار پول، بالاخره بدون برگ آزمایش کسانی هستن که صیغه رو جاری بکنن. اون همه حرفای شیرین که برای هم دارن بگن، اولین بچه‌ای که به دنیا آمد تالاسمی بود، معلول بود، کل اون حرفای شیرین از بین میره، کل اون نگاه‌های توأم با محبت و عشق از بین میره. افسردگی، ماتم، غم، اندوه. یک بچه تالاسمی رو دستشون مونده. حالا این بچه چند سال عمر رو کنه؟ بعضی این بچه ها 14 سال، 15 سال، 20 سال عمر میکنن. پای درد دل اینها بنشینید، پای درد دل تالاسمی هایی که حتی اگه زبانشون هم بگه مادرمو دوست دارم، پدرمو دوست دارم، دلش میگه ای مادر و ای پدر چرا چاره دلتون نکردی، نرفتی آزمایش بدید که نتیجه این شد. ما داشتیم که 2 تا 3 تا تالاسمی به دنیا آوردن، بعد از اون همه عشق از هم جدا شدن. پدر رفت با کسی دیگه ازدواج کرد، مادر رفت با کسی دیگه ازدواج کرد. پدر و مادر بچه سالم از مردی و زن دیگر آوردن، ولی اون 2 تا بچه 25 ساله هر 2 تاشون موندن. اون 2 تا بچه 27 ساله، 28 ساله، 30 ساله موندن. اون 2 تا بچه یا 3 تا بچه 10 ساله، 5 ساله موندن. مادر رفت شوهری دیگه، بچه سالم. ناچارن باید جدا بشن.
کی جواب میده؟ همه عشقها ریخت، همه حرفای شیرین بر باد رفت، همه نگاه های توأم با محبت تبدیل به اولاد سالم، دو صالح. بچه که به دنیا آمد با درمانگاه محلشون ارتباط داره، هر ماه میبره قد و وزن و رشدش همه چک میکنه. اگر مادری احساس کرد که تو این 2 ماه باید وزنش چند گرم یا تو 3 ماه باید نیم کیلو رشد وزن داشته باشه با سنش، یا چند سانت رشد قد داشته باشه، اگر این رشد نبود ماتم میگیره. بچم رشد نکرده حتما مریضه. آیا برای رشد معنویشم، قد معنویش و وزن معنویشم همراه با وزن و قد جسمش اندازه میگیرید؟ این بچه همونطور که قدش وزنش داره رشد میکنه، وزن معنویش بچه احساس داره. اینجاست که بچه سالم و صالح، اگر سالم باشه صالح نباشه اون دیگه خیلی وحشتناکتره. شاید بچه سالم باشه مشروب خوار باشه، سالم باشه دزد باشه، سالم باشه بی تقوا باشه، سالم باشه ظالم باشه، سالم باشه موذی باشه. این یه فاجعه است. وزن معنویشو، ایمانیشو، اخلاقیشو بی دلیل نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه تا بچه صدای گریه بچه هنگام تولد شنیدید، اذان محمدی توسط یک انسان صالح در گوش راستش الله اکبر الله اکبر الله. بچه تازه تولد 4 بار کلمه توحید الله اکبر، کلمه تعظیم خدا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، هم تعظیم خدا هم توحید خدا، همه اینها باید تکرار بشه. شهادتین به اسلام و اقامه نماز در گوش چپش، این اذان و اقامه وجودش رو متحول میکنه. مجال برای شیطان نمیده که، چون شیطان کمین گرفته تا به دنیا آمد اگر این اذان گفته نشه، واکسن نشه بچه، واکسن معنوی نشه، قطره فلج اطفال در خونه ها میارن یا در منگاه میریزن تو حلقوم بچه. اگر مادر ساعت تعیین میکنن، روز، تاریخ، اگه ظرف 1 هفته نیامدی دیگه جمع شد، دیگه رفت، باید بری فلانجا، بچه رو در بس میگیره میبره فلانجا که قطره فلج اطفال بهش بده. قطره فلج اطفال خورده تو درمانگاه، اون قطره ای که دیگه جلوگیری از فلجی دیگه میکنه، از اعتیاد و بیبندوباری. این مسائل رو دست کم نگیرید، رو صلاح بچه تأثیر داره. صالح و مصلح، این که انسان صالحی برای خودش و مصلح و مفید برای جامعه. اگر میخوای موفق بشید همیشه دست تو باشه، در حال رشد و توسعه و به رضای خدا برسید، با صاحب دین ازدواج کن. انگیزه اولت دینداری طرف باشد، خوبی طرف باشد، طهارت و پاکدامنی طرف باشد، صداقت و امانت و راستگویی طرف باشد. کاری نکنن پدرها که روز قیامت فرزندانشون در دشت محشر یقه‌شون رو بگیرن، بگن بابا چرا مادر خوبی برای من انتخاب نکردید، من از تو گله‌مندم به درگاه خدا. ای خدا از پدرم بپرس روزی که میخواست بره خواستگاری مادرم به عنوان مادر برای من و همسر برای خودش انتخاب بکنه، چرا تو رو در نظر نگرفت، رضای تو رو و تدین مادرم رو در نظر نگرفت. من امروز از پدرم گله دارم، مادری برای من انتخاب کرده که
فاقد برنامه های توست. برنامه های تو زندگی اون نیست، دنبال رضای تو نیست، مشتاق به برنامه های تو نیست. یکی از برکات ازدواج رضای خداست. باید در ازدواج رضای خدا رو در نظر بگیریم. دومین برکتش عفت و پاکدامنی است. اگر توجه بکنید در پاکی چقدر رشد است، همونطوری که در ناپاکی چقدر زیان و ضرر و عقبگرد است و نقصان است. نباید تن به ناپاکی بدهیم. پس دومین سرمایه ازدواج باید جوانای ما را به عفت برساند. این نکته ظریفی است. خیلی از پدر مادرها بچه هاشون رو اجبار میکنن که حتما با دختر خاله، با دختر عمه، با دختر دایی از طایفه بیرون نره. اشکال نداره اگر طایفه مؤمن هست، دختر مؤمن هست، پسر تو هم علاقه به دختر خاله مؤمنش دارد به عنوان همسر، اشکال ندارد. اما اگر صرفاً به خاطر شما داره ازدواج میکنه، وگرنه شیر تو برش حرام میکنید، فلان و دیگه با من حرف نزن، من با تو کاری ندارم. شاید دختر مؤمن خوبی غیر از قوم خویش انتخاب کرده که اونم مؤمنه. اینجا بچه تو اجبار نکن که با قوم خویش ازدواج بکنه، چون به عفت نمیرسه، چون دلش اون دختر رو نمیخواد. دلش مؤمن میخواد اما دختری دورتر غیر از قوم خویش. کاری نکنیم که به خاطر اکراه و اجبار ما جوانای ما انتخابی بکنن که مادرشون انتخاب کرده قوم خویش و بعد رغبت آنچنانی به عنوان همسری که بتونه اونو ارضا بکنه نداشته باشه. در نتیجه ازدواج میکنن اما به عفت شاید نرسن و در آینده دچار مشکل بشون. اما اگر واقعا قوم خویش مؤمنه، خود پسرم دنبال ایمانشه و واقعا قلباً هم دوستش داره، چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوب هست. پس دومین هدف عفته. جشن عفته. ازدواج برنامهش عفته. کل مراسم ازدواج صرفاً برای ایجاد طهارت و حفظ طهارت و پاکی و عفت هست. پس برنامه ازدواج رو منحرف نکنیم، آلوده نکنیم، به بی‌عفتی نکشانیم. از ارکسترش، از برنامهش، از لباس پوشیدنش، از رقصیدنش، همه مسائلی، از شرابش، همه مسائلی که به عفت اون ازدواج و اون جمعی که تو جشن عفت شرکت کردن، از هر کانالی که لطمه وارد کند، چه ارکستر مست باشه با چشم بد، چه زن و مرد برقصن، چه شراب بخورن، چه لباسهای نازک با عطر آدکلون بیان تو مجلس و تا آخر. هر برنامه‌ای که لطمه به جشن عفت میزند اونو باید جلوش گرفت. دختر بچه ها وقتی که کلاس سوم ابتدایی میرسن، جشنی تو مدارس براشون میگیرن به عنوان جشن تکلیف. مادرش چادر سفید، مقنعه سفید، یه لباس روحانی معنوی، کیسه نماز برای دختر مثلا 9 سالش آماده میکنه، یه جلد کلام الله مجید، یه جانماز، سجاده، به اضافه یه سری هدایا میبره مدرسه چون جشن تکلیفشه. چقدر خوشحاله که دختر 9 سالش به سن تکلیف رسیده. چه چادری، یک نورانیتی به دختر 9 سالش میده، میبره تو جشن تکلیفش که میتونه نماز بخونه با چه حال و هوایی. ولی همون مادر دخترش وقتی 20 ساله میشه، عروس میشه، خبری از چادر نیست. نه که بالغ نشده، نه که نیاز به جشن تکلیف نداره. برای 9 ساله جشن تکلیف، چادر، یک چهره نورانی، لباس شرم و حیا. برای دختر 20 ساله رو مبل بذار، نیمه لخت، نه چادری، یقه باز، آرایش. همون دختر توسط همون مادر
که اونجا چقدر خوشحال بود که دخترش به سن تکلیف رسیده، 9 سالش بیشتر نیست. فتنه و فساد هم روش مترتب نمیشه آنچنانی اگر سرش مثلا یا لباسش نازک باشه. ولی دختر 20 ساله وقتی عروس میشه نیاز به چادر نداره، نیاز به پوشش نداره. این جشنش اصلا جشن عفته، جشنش جشن طهارته. این دختر چه گناهی کرده که وقتی جشن عفت براش گرفته میشه اونو نیمه لخت و عریان بفرستن چه در ملأ عام قرارش بدن، تو ماشین همینطور بوق بزنن، وقتی میارنش تو عروسی حتی دوستان شوهرش هم به قصد بد بهش ششترانی بکنن. آیا مادر تسلط نداره؟ مادر نمیتونه؟ همون مادری که بچه 9 ساله وقتی 9 سالش بود چادرش اینطوری پوشون بردش تو مدرسه، جانماز براش خرید، همون مادر وقتی دختر 20 سالش همون 9 ساله 20 ساله میشه 3 وعده نماز نمیخونه تو آرایشگاه، اصلا عین خیالش نیست. آیا دیدی تو آرایشگاه اون آرایشگر بگه دخترم وقت نماز عصرت فوت نشه؟ اگر دخترم با نماز بود میگه رنگ و روغنت خراب میشه، ولش کن بابا، حالا بعد از 20 سال یه بار عروس شدی نمازت قضا میکنید خدا میبخشه بابا. این همه من رو موی سرتو کار کردم، رو صورتت کار کردم، 600,000 تومنم پول ازش میگیره. مادرم مسکین میگه باشه حالا هرچی خانم آرایشگر میگه قبول کن، مادر خدا غفور و رحیمه، بالاخره نماز یه وقتی میخونید، نماز تو که فوت نشد، از 9 ساله نماز خوندید، حالا وقت عروسی حالا بگه 3 وعده هم نماز نخونید. وقتی میگیم جشن عفت یعنی همه برنامه‌هاش تو عفت باشه. من یک داستان بگم. ابو حنیفه رو میشناسید؟ در سن 10 سالگی ابو حنیفه خواب دید. امام اعظم رحمت الله علیه در سن 10 سالگی خواب دید که قبر پیامبر رو داره نبش میکنه. از خواب پرید که خیس عرق بچه 10 ساله، دوید به طرف مادرش، گفت مادر کابوس دیدی؟ خواب وحشتناکی دیدی؟ خیس عرق شدی؟ خودش انداخت به آغوش مادر، گفت مادر خواب دیدم که قبر پیامبر رو نبش میکنم. دست فرزندش گرفت برد پیش معلمش، گفت جناب شیخ پسرم خواب دیده که قبر پیامبر رو نبش میکنه، منم احساس وحشت میکنم، تعبیر این خواب چیه؟ گفت خواهرم آرام بگیر، این خواب نوید بخشه. گفت این پسر 10 ساله تو کل وجودش عشق و علاقه و محبت و عشق و علاقه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم کل وجودش رو در بر گرفته. این قبر رو نبش میکرده، قبر پیامبر در جستجوی میراث پیامبر بوده، فکر میکرده که میراث پیامبر تو قبر پیامبره. مادر آرام گرفت، گفت تعبیرش همینه؟ گفت بله، این بچه تو کل وجودش مالال مال از محبت خدا و رسول خداست و در جستجوی میراث پیامبره. آیا ابو حنیفه میراثبر پیامبر شد رحمت الله علیه یا نشد؟ امروز در دنیا 500 میلیون از فقه او پیروی میکنن. یکی از افتخارات جامعه اسلامی و انسانی است. شاگردای بزرگواری تربیت کرد. پدرشو بشنویم کی بوده. دکتر عمر عبدالکافی در کتاب آثار طاعت می نویسد که جوانی در کوچه های کوفه سرگردان بود، قدم میزد، از کنار دیوار باغی رد میشد، دید که خوشه درختی خم شده تو کوچه، چند دانه از میوه اون افتاده روی زمین. این جوان رسید میوه رو از روی خاک بلند کرد، خورد. وقتی تو شکمش قرار گرفت احساس کرد که شاید صاحبش راضی نباشد. در به در دنبال صاحب باغ گشت و پیدا کرد. گفت برادر این باغ و بستان مال توست؟ گفت بله. گفت 2 دونه از این میوه ها، نه از این که از درختت بگیرم، یا رو دیوار بروم از اون خوشه درختت بگیرم. روی خاک افتاده بود، خوردم.
اما بعد از اینکه خوردم گفتم شاید صاحبش راضی نباشد. صاحب باغ یه لحظه فکر کرد، بعد گفت که بله صاحب باغ منم و من حلال نمی کنم، نمی بخشمت بدون اجازه من. صاحب باغ بیزنسمن بود، تاجر بود، تاجر حکیم و عاقل و دوراندیش بود. سرمایه رو 4 تا بته نخل و پرتقال و سیب و درخت به حساب نمی آورد. وقتی این جوان با این ایمان و خدا ترسی و حلال خوری دید دو دانه‌ای که تو کوچه افتاده، گفت من باید باغو از دست بدم. این صاحب تقوا و خدا ترس و مؤمن، این جوان مجرد و این باید هر کاری بکنم جز سرمایه های خودم بکنم. گفت برادر حلالم کن، من معذبم، پریشانم. هرچی بیشتر التماس میکرد اون سخت‌تر میگرفت. گفت چقدر بها دارد؟ من پول ندارم، کارگری میکنم. گفت اجیرم نمیخوام. همون پیشنهادی که دختران شعیب به شعیب دادن علیه السلام، یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین. ای بابا این جوان موسی رو اجیر بکن تا پیش ما کار بکنه. 2 تا صفت داره، نگذار که از دستت بره. دختراش بهش گفتن. بابا گفت که پیغمبر بود، پیغمبر شعیب. گفت دخترام این 2 تا صفتش چیه که شما میگی اونو اجیر کن؟ گفت یکی قویست، یکی امینه. نهایتش گفت که پسرم به یک شرط حلالت میکنم. دختری دارم کر کور لال فلجه، باش ازدواج کن. گفت چشم. درنگ نکرد، فکر نکرد. بعد از اینکه گفت چشم، گفت پسرم دوست دارید قبل از صیغه عقد همسر آینده تو ببینید؟ گفت نه. به خاطر اون و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که از خدا بترسه. صیغه رو خوندن، داماد شد. وقتی رفت تو حجله دید که مثل این که قطعه از قرص بدر ماه شب 14 قطع بکنن تو صورت این دختر، یک پارچه نوره. گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همسرش جواب داد و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا، خوش آمدید شوهر عزیزم. بعد گفت تو صدای منو شنیدید؟ تو جواب سلام منو دادید؟ گفت بله. تو سالمید؟ گفت بله. پس این جریان حرف پدر شما چی بود؟ گفت پدر من لا ازکی علی الله احدا، اما انسان خدا ترس و با تقوایی است. درست تاجر باغداره. گفت وقتی که ما رو تربیت کرده از کودکی و بچگی، این چشم کور بوده از حرام، این گوش کر بوده از حرام، این زبان کر بوده از گفتن حرام، این دست و پا فلج بوده از دادن و گرفتن حرام، رفتن و آمدن از جای حرام. نتیجه اون شب نطفه‌ای بسته شد. از اون نطفه نوزاد پسری به دنیا آمد و اون بچه در سن 10 سالگی خواب می‌بیند که قبر پیامبر رو نبش می‌کند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم نشسته بود، پاش درد می‌کرد، پاشو دراز کرده بود. شخصی متظاهر به علم وارد شد. بعد امام با وجودی که پاش درد می‌گرفت پاشو جمع کرد به خاطر این شخصی که ظاهرش ظاهر یک عالم هست. بعد نشست جلو امام، گفت که سوال دارم. گفت بفرما. گفت متى یفطر الصائم، روزدار کی افطار میکند؟ گفت اذا غربت الشمس، اگر آفتاب غروب کرد. گفت که و اذا لم تغرب الشمس، اگر آفتاب غروب نکرد چه کار باید کرد؟ گفت که جاز لابی حنیفه ان یمد رجلیه،
ابو حنیفه پاشو از نو دراز میکنه. یعنی ابو حنیفه نیاز نداشت که پیروانش جاهل باشن، فکر کردن و تعطیل بکنن. علما میگن فکر انسان مثل چتر نجاته. وقتی یک کماندویی از هواپیما خودشو پرت میکنه پایین، چتر رو اگر باز نکنه سقوط میکنه. این فکر اگر باز نشه انسان دچار مشکل میشه. ما امروز جمع شدیم از ملت‌ها و تمدن‌ها و ادیان و مذاهب مختلف فقهی و فکری جهان اسلام. جمع شدیم که چی بگیم؟ که فقط بگیم گذشتگان ما این بودن. کن ابن من شئت و اکتسب ادبا، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. این تفکر ابو حنیفه بود. پس ما باید نگاه بکنیم که چی گفته می شود. امام ابو حنیفه امام نشدن مگر این که در عراق بودن. عراق ملتقای تمدن‌ها، ادیان مخالف و موافق بود. امام ابو حنیفه کسی بود که میخواست معاند تبدیل به مخالف و مخالف تبدیل به موافق بشه. مشهور است که با 22 فرقه از خوارج به مناظره نشست، تحمل کرد و روزی 70 تا از خوارج 70 نفر شمشیر رو از غلاف کشیده بودن، آمدن به محضر امام، اینطوری برخورد کردن: یا عدو امت الاسلامیه، یا عدو الامه، من یعنی برام خیلی سخته که بگم ولی خوارج بودن، یا شیطان الامه. این 70 نفری که میبینید شمشیر کشیدن میخوان شمشیرشون رو با خون تو رنگین بکنن و براشون بهتره از جهاد 70 سال. امام ابو حنیفه تحمل کرد. ما جمع نشدیم که بگیم لیس الفتا من قال کان ابی ان الفتا من قالها انا ذا. ما چی داریم؟ ما همیشه تعریف و تمجید از گذشتگانمون میکنیم. تا کی میخوایم همینطوری بدون فکر؟ ما باید احساساتمون رو کنترل بکنیم، احساسی حرف نزنیم، احساسات آمیخته به تعقل باشد. من خوشحال شدم که در آخر این برنامه افرادی دیدم که شهامت شفافیت و دلسوزی داشتن. جایی انسان رشد میکنه که تصادم آرا و افکار باشه. اگر یک فرهنگی باشه، یک نواختی باشه، انسان رشد نمیکنه. امام ابو حنیفه 4000 معلم دیده. ما 5 تا جهاد داریم: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. جهاد مالی، جهاد تعلیمی، جهاد تبلیغی، جهاد سیاسی، جهاد نظامی. همه اینها تفکر ابی حنیفه بود. پس ما باید مجال بدهیم تا جوانای ما رشد بکنن. تعریف و تمجید جای خودش. اینجا جمع نشدیم که جشن سالگرد ابو حنیفه بگیریم و ما تبدیل به ابو حنیفه نشویم. نسل آینده ما، من فکر میکنم بلکه یقین میدانم که هدف پرزیدنت این بوده که این سمینار رو برگزار کنن که نسل آینده الهام بگیرن. علو همت امام ابی حنیفه، فرهنگ گفتگوی ابو حنیفه، سعه صدر ابو حنیفه. اون 70 تا خوارج وقتی که با امام نشستن حرف امام رو گوش دادن، شمشیراشون رو گذاشتن تو خلاف، تسلیم شدن و از آراشون برگشتن. معاند، مخالف، موافق شد و دوست شد. امروز پیروان مذاهب، ما هنوز بین خود مذاهب اسلامی نتونستیم به نتیجه برسیم. میخوایم با ادیان دیگر گفتگو بکنیم. ما باید مشکل خودمون رو حل بکنیم، وگرنه نمیتونیم حرفی برای دیگران داشته باشیم. آقای قردی
معذرتاً و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.